سر ضبطیم. الان میام میکروفون کار میکنم. بله. سلام، خوش اومدیم به بله. حقیقتا بعد 88 روز که جنگ شد و اینترنت هم قطع و اینا، طبق خبرهایی که میدونین اینترنت وصل شد. بله، اینترنت وصل شد بالاخره و ما نمیدونیم که این قرار قطع شه. هر لحظه هم ممکنه فردا پس فردا دوباره جنگ شه و قطع شه. پس بهتره که یه روشی رو بهتون بگم که بتونین همیشه باش وصل بشیم. میدونم بچهای دیگه هم این روش رو گذاشتن و من دارم اسکی میرم. این ویدیو آنچنان ادیت خاصی نداره چون همش رو دارم خودم ادیت کنم و هیچ ادیتی بلد نیستم و آره، بریم سر ضبط. بخش وای فای میشین. حالا بخش وای فای من از این قسمت توی ویندوز 11. ویندوزتون هرچی باشه فرقی نمیکنه چون با بخش وای فایش کار نداریم، با بخش سرچش کار داریم که بنویسیم پروکسی رو باز میکنیم. ادیت، این خاموشه، اینو روشن میکنین و آی پی که هم تو صفحه هم اینجا نوشته شده رو مینویسین 127.0.0.1 با پورت 8085. سیو رو میزنین، حتما حواستون باشه سیو رو بزنین. اینجا که دیگه با این کاری نداریم، با این کار داریم که استرکتش کردیم. صفحه رو باز میکنیم، یه وینرر داره، اونو استرکتش میکنین. یه دونه فایل نوت داره، فایل نوتش رو باز میکنین جداگونه یه جا برای خودش اینجا نگه میدارین. پوشه رو باز میکنین. با این دوتا کاری نداریم، با این دوتا اصلا هیچ کاری نداریم. بخش ران از ادمینستراتور باز میکنیم. خیلی خب دوستان، اینجا یه سری مطالب داره. مودتون رو اگر MITM نبود حتما روی MITM بذارین. این بخش رو Developer IDs همینا رو کپی میکنین و اینجا پیست میکنین. آن تو کی هم همینه، اینو کپی میکنین اینجا پیست میکنین. دوستان دقت کنین، گوگل آی پی که تو بخش نتورکه حتما باید 216 239 38 120 باشه. این نباشه حتما عوضش کنین. برای شما اینجا توی این دکمه آبیه 3 تا چیز نمیاره. اولش اینجوریه که شما باید تیک اینا رو بردارین. گوگل اکانت حتما باید باشه و این یکی رو بیخیالش شین چون آنچنان به درد نمیخوره. مثل اینه که شما چیز میکنین، چطور توی سایفون اپایی که نیاز نداشتین و چی میکنین، اینا دقیقا مثل همونه. میزنین، میبندین پوشه رو. وقتی که بستین حتما حواستون باشه توی این بخش www.google.com باشه. اگر هم بخش HTTP با این نیکی فرق داره، منظور جاهاشون با هم عوض شده باشن، معمولا برای بچه‌هامون پیش اومده، همین بذارین دیگه. HTTP 8085 و اون نیکی هم 8086. دوستان اینجا حواستون به این تیک هم باشه. معمولا روشنه ولی اگه روشن نباشه تیکش رو روشن کنین. بعد همه این کاری که کردین سیو کانفیگ رو میزنین. دوستان سیو کانفیگ رو زدین، دکمه استارت رو میزنین و بله، شما به نحوی وصل شدین. حالا با این قسمتی کاری نداریم ولی توی این قسمت using today، این calls today شما میتونین 20,000 بیتس استفاده کنین. 20,000 بیت مدل فکر کنم یه 10 گیگ بشه، آنچنان خبر ندارم. تاریخ هم اینجا زده
و بعد از 12 ساعت ریست میشه. حالا باگ این برنامه چیه؟ باگ این برنامه اینه که شما اگه یه بار دیگه خاموش کنید دوباره روشن کنین از صفر اعمال میشه، یعنی شما بی نهایت بار میتونین از این کار استفاده کنین و این 12 ساعت که گفته ریست میشه آنچنان مهم نیست. شما هر سری که بخواین استاپو میزنین و ریست میشه و هیچ فرقی هم نمیکنه با هر کدوم از نتایی که بخواین باشین، هیچ فرقی نمیکنه آنچنان. و دوستان این هم دقت داشته باشین یه CMD که باز میشه این CMD رو نبندین، چون اگه ببندین اونم بسته میشه. این بر پایه CMD. خب حالا همه چیزمون رو میبندیم، فایل نوت و اینا رو، و خب میتونین ببینین که میرین و ببینین که با چه سرعتی باز میکنه یوتیوب. البته یکم سرعتش کمه ولی بازم به هر حال باز میکنه. همونطور که میبینین ویدیوهایی هستن که بچه ها گذاشتن مثلا با این سرعت که سرعت کمی هم هستن، واقعا نمیخوام بگم که سرعت زیادیه ولی آره هستش که وصل میشه و اینا. و خب یک چیز مهمی که هست اینه که شما وبسایت های ایرانی و یا ممکنه بهش وصل نشین، مثلا بله وب، یا ممکنه بهشون وصل نشین، در حال بروزرسانی نوشته آنچنان طول میکشه یا اصلا نیاره صفحه براتون و خب این طبیعیه. چرا؟ چون ما داریم یک راهی پیدا کردیم که میتونیم پروکسی کنیم و معمولا وصل نمیشه. سایت هایی هم که کلودفلر قوی دارن، منظور از کلودفلر قوی هم یعنی همین مثلا ساوند کلاود رو من حالا باز میکنم، سایت هایی که قوی مثلا کلودفلر قوی دارن که میگن که شما نباید بات باشین، نمیذارن که اصلا شما وارد سایت شین. چرا؟ چون بالاخره شما رو ربات تشخیص میده، RPA تون مختلفه، هی تغییر میکنه و هر چی باشه نمیذاره شما بس چی. بله دسترسی موقت محدود شده. چرا؟ چون ممکنه به سرعت ما خیلی زیاده توی سرور کلیک میکنیم. بله اصلا ما کلیکی نکردیم ولی همچین چیزی مینویسه، چیزی مانع کار کرده جاوا میشه که درسته، پروکسی زدیم یا یک ربات در همین شبکه وجود داره. این وبسایت ها نمیذارن شما وصلین. حالا میگین اوکی خب ما یوتیوبمون وصل شد، آیا این اینستاگرام هم وصل میشه؟ بله اینستاگرام هم توی سیستم وصل میشه، البته از طریق وب. اگر هم میخواین تلگرام وصل شه، البته دوستان این هم داشته باشین که یوتیوب سرعتش بیشتر از اینستاگرامه، یعنی مثلا اینستاگرام خیلی طول میکشه، خیلی که نه ولی طول میکشه که وصل شه و سرعت کندی هم داره. دیدین که من یه 10 ثانیه قبل زده بودم رو آیکون اینستاگرام که بیاد بالا و میبینین الان اومده بالا. اینجوریه. اگه بخوایم با همین روش توی کامپیوتر وصل شین، باید از قبل توی برنامه تلگرام وارد میشدین و شماره‌تون اونجا میزدین که اینجوری که باز میشد منظور تو اکانتتون میبودین. سرعتش تو تلگرام هم کمه ولی چرا؟ چون داره همه چی رو لود میکنه. شما بعد از 88 روز وصل شدین دوستان، انتظارتون این نباشه که درجا وصل باشه ولی وصل میشه. حالا چطوری؟ میایید اینجا توی همه پروکسیاتون رو پاک میکنین چون واقعا بهشون نیازی نداریم اونچنان. میایین اینجا اد پروکسی رو میزنین، HTTP رو میزنین. ما توی پروکسی که تو سیستم زدیم چی بود؟ پروکسی 127.0.0.1 با پورت 8085 رو اینجا وارد میکنین. ازتون یوزرنیم میخواد، یوزرنیم نان، تمام شد. پسورد نان، تمام شد. من اینجا اعمال کردم، همونه. نگاه کنین 127.0.0.1 میزنم، وصل میشه. برای اولین بار خیلی طول میکشه که وصل شه ولی وصل میشه. برای افرادی که میخواستم وصل شن به تلگرام وصل میشه، نگران نباشین. ولی مثلا گفتم وبسایت های ایرانی و یا برنامه های ایرانی باز نمیشه.
و دوستان یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم و یادم رفت، الان ساعت 3 شبه که یادم افتاده، دوستانی که میخوان خرید کنن از استیم یا برن وارد استیم شن، دوستان بهتون پیشنهاد نمیدم، تست نکردم ولی احتمال بند داره. البته ما قبلا هم میخواستیم خرید کنیم نمیشد، ولی الان احتمال بند هم داره. پس پیشنهاد میدم استیم رو باز نکنیم وقتی که این حرکت رو میخوایم بزنین، چون دیگه بالاخره استیم باز شده، اینترنت های ملی باز شدن و میتونین راحت استفاده کنیم. و بازم میگم خرید نکنیم بهتره فعلا تو این شرایط. و میتونین ولی بازی کنین با این وی پی ان، بازی نکنین با نت معمولی هم میشه بازیش کرد. پینگ بدی هم نمیده ولی دی ان اس میخواد که دی ان اس الکترو بزنین هم جواب. و دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین، امیدوارم که مفید بوده برای شما. سوال دیگه هم خواستین در خدمتم، بپرسین تو کامنت ها، جواب میدم 100%. ممنون، شو بخیر.